استاد نمی نشد ریش شب اهل خانواده امکیم و مقصد زنگ زدن من به مبارزت کردن که مقصد تا نگیری میریم مهیب میکنیم افته چو میکنیم؟ رفته مهیب میکنیم میزنیم افته مقصد من مبارزت کردن برای اون که چوه ریشته نمیگریفته مقصد گفته استن که توی بووتو بوکالنت مولبای مقصد مولاب داشتن و مولابشون نمیگرفتن و مولابشون میموندن و ریش نداشتن چی به همون مقصد تو ریش میمونیفته مقصد پیش یک ریش مقصد خیلی اوگرجات کردن آخر با آدمی که طبق دستور شریعت عمل نکرده است ما اقتدا نمیکنیم و مویله بماندن و ریشه تراشیدن این کاری مجوس است مجوس میخیل کار میکنه مویله بوی دراز میمونده لیکن ریشای میتراشتن اما مسلمان مویله به قیچی میکند ریش میموند بله مقصد در این حالت چو کرده میشه شما وقتی که به بلاغت رسیدید شما آدمی آزاد هستید شما هیچ کس بر روش و موی و ریشتان خواجه نیست موی خودتان است ریش خودتان است این یک بی فرهنگی و بی مدنیتی هست که یک آدمی بیگانه ریشش به کاردار شده میگویم که ریشته تراش یا مویله به تراش او چه خیلی که خواهد میکنم فهمو بعد استاد نمی کار و برو همین مقصد من همین نگفتم بگیرم و همین مقصد آخرش آخ میکنم بگن چه میکنیم که بعد آخ کرم به حق ندارم بس بی یک ریش نیکی شما در وقتی مثلا جنگ و جدال اونا و سخنی نالایق و دغال نگوید خوب گوید و نتراشید گپی زیادتی نگوید خوب گوید و نتراشید شما در کجای در داخل کشور یا بیرون؟ نه در روسیه غریبی در روسیه باشد پروا نکنید در روسیه قانون نیست برای ریش گشتن گرید ریشمون هر ارتیست و بلاگر ریش داره هیچ گپ نبوده سو من میفهمم که اینجا در این ملیسه ها و این دمیترو این هر یک ارسو مقصد ریش من کمونده میگردن هیچ گپ نیست میگم و میگن که اوها ده کار نباشه میگن تو مقصد دروی خودت دو میگن خیلی من نمیتونم که هر ریشت گیره کنم گفته فتوتیم ریش امری شریعت است این ریش یک اعضای کامل است این مانند گویا که گوشش برید است آدم یا بینیش برید است کسی که ریش تراشت است رحمت استاد جزاک الله خیرا بخشش که